سلام به ارتش راکسیا، چه خبر؟ چه خبر؟ خوب هستین؟ اومدیم به یه ویدیو خنده‌دار و فان، شایدم غمگین، شایدم ساده، یه ویدیویی گرفتیم که خودمونم نمیدونیم چیه، فقط چیزایی که تو اینستا به نظرم جالب میومده و فقط دیدم و ذخیره کردم اومدیم با هم ببینیم. دیگه بالاخره کاری که شده دیگه. ما انتخاب کردیم، الان قراره با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. اگه خوشتون اومد لایک، سابسکرایب، کامنت، هر چیزی که دلتون میخواد. بریم که با هم شروع کنیم. آماده ایم؟ بریم با اولین ویدیو. شما خیلی خوشتیپی. ممنونم، خیلی ممنونم. داداش گنگت بالاست. گنگت داری چی؟ خب این ویدیو رو که دیدیم، این ویدیو خیلی قدیمیه، فکر کنم بیشتری ها دیده باشینش. ویدیو خنده داریه دیگه، نسل قدیم و نسل جدید نمیخونه دیگه. میگم میدونی امروز سالگرد ازدواجمونه؟ بله که میدونم، مبارک باشه سالگرد ازدواجمون. اینطوری که محکم گفتی کادو هم خریدی حتما دیگه. بله اونی که آرزو شده. انگشتره؟ بالاتر انگشتر چیه؟ راستی که خوش خوب بدش. خدایا شهادت نصیب مریم جان ما بفرما. الهیا نظری داری؟ نمیدونم، خودم هم نمیدونم. عزیزم تو روز تولدت داری ظرف میشوری؟ بیا بریم، نمیخواد. بیا. واقعا نیست. آره فردا بشور. این خدایی قشنگ بود، چیز جالبیه به نظرم همچین اتفاقی بیفته. تو روز تولدش، خب راست میگه دیگه، تو روز تولدش ظرفا بز فردا بشور. یعنی خود ویدیو باحالی بود. مهدی الان گفته دیگه هیچی نخور. ای به داد. رابطه خواهر برادری همینجوریه، رابطه خواهر برادری همینجوریه دیگه، زیاد تحویل نمیگیرن هم دیگه دیگه. نه عزیزم نکن، تو رو خدا رحم کن، نکن قربونت برم، به من رحم کن. وقتی میری تو طبیعت که آرامش بگیری، همون لحظه مادر و بچه رو برمی‌داری. اوه یاجی این خیلی واقعا همینجوریه. الان پیش اومده، خب آب نمیخوره ولی خب مثلا دیگه پیش اومد دیگه، اینجوری شد. بهت نمیگفتم خودت. دست شما درد نکنه، خیلی قندم برداریم؟ نه من یه چند وقتی کلا قندو از زندگیم حذف کردم. چقدر عالی. ممنونم از شما. قندو گذاشته کنار، شیرینی رو برداشته دیگه. هر کسی انتخابی داره دیگه. ای جان عاشق فیلم لیسانسه. موز دوست داری؟ نه این همونجوری هوسی. هوسی یکی، هوسی دوتا، هوسی سه تا، هوسی چهار تا، هوسی پنج تا، هوسی شش تا، هوسی هفت تا، هوسی هشت تا، هوسی نه تا، هوسی ده تا. آقای مادر آها ببخشید زود قضاوت کردم، بس دیگه نخور. لیسانس ها خیلی قشنگه. هوسی یکی، هوسی دوتا. عزیزم بیا آسمان نگاه کنیم با هم دیگه ستاره رو بشماریم. خب تو ستاره رو به شما میخوام ما نگاه کنم. ما که تو آسمان نیستیم. خاره کنارم نشست. شیر مفت ستاره گفت. آیاجی مسخره بازیه دیگه. بیاره یه مری باید بیاره، یه مری دنم طریقه، یه مری دنم طریقه، مری دنم طریقه. شباهتو دیدی؟ قشنگ بود خدایی. یه آقای عربی، یه شیخ عربی بیاد خواستگاری کنه ازتون. من پسر شاهزاده یه حال کشوری ازم خواستگاری کرده ولی خب دیگه قبول نکرد. بستش به کاتا.
سلام، امروز میخوایم این تاپ توالیتی جذاب استفاده کنیم، با من همراه باشیم. به خدایا شکر، خدایا هزار مرتبه شکر. بالاخره اگه زندگی بوداش زندگی شما چه بوی میداد؟ بوچوس میده، بوچوس. اینقدر تخم مرغ خوردیم زندگیمون بوچوس میده. دیگه زندگی همه بوچوس گرفته. اینو من دیده بودم قبلا. چوری چکت میزنم، چوری چکت میزنم ناصر. قراره امیر باشه که ببینی به چسبه به تاریخ نورا. این خیلی قشنگ. ویدیوهایی که با بچه‌ها اینجوری ساخته شه باحال ساخته میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. این تازه که از اولین ویدیوهای منه. چند تا چیز جالب دید. از این مورد چالش، چیزای خنده‌دار، چیزای جالب، فیلم ترسناک، بازی، گیم. من خودم کالاف مثلا بازی میکنم تفریحی. استریم کالاف، فیلم کالاف. حالا هر چیزی بتونم براتون میگم. لایک، سابسکرایب، کامنت. یادتون نره به چیزی علاقه دارین بگین. سعی میکنم ویدیوهای بیشتری بزنم.